دریافت حق اقامت و شهروندی روسیه تنها پس از امضای قرارداد و خدمت در ارتش. این یکی از آخرین قرارهایی است که روسیه نسبت مهاجران قبول کرد. فرمان با این مضمون را ماه نوامبر ولادیمیر پوتین امضا کرد. بر اساس آن قاعده گرفتن حق بود و باش و شهروندی برای گروه از مهاجران تغییر می‌یابد. یک مهاجر تاجیک میگوید به این علت درخواست او برای بود و باش در ولایت خانتی منسی روسیه رد شد. با او گفتند باید اول شرطنامه حربی بندد. راضی نشد. کردگی و خدمت میرد گفتگی امغیل. خدمت میرد بعد یک سال امی وینجی میتیم گفتگی امغیل. کردگی همه از 18 تا 60 سال با همه امغیل خدمت میرد. تا امغیل وای کرده امین زکان امغیل شده گفتگی من با امین. من گفتم که نه. مثل این تاجیکستانی اکنون صدها مهاجری که سالها تلاش گرفتن حق اقامت را داشتند باید انتخاب کنند یا جنگ و یا محرومیت از اقامت و شناسنامه روسی. با این راه روس‌ها شمار مهاجران را کم و همصف سربازان را بیشتر می‌کنند. قانون و قرارهای نوی روسیه در برابر ضربه به کار و درآمد مهاجران همچنین سبب پراکنده شدن ده‌ها عائله مهاجر شده است. روسیه بهار امسال قاعده قبول فرزندان مهاجران به مکتب‌ها را سخت کرد. این تصمیم کودکان زیادی را از حق تحصیل در کنار والدان محروم کرده سبب به مکتب‌های تاجیکستان برگشتن آنها شد. تحلیلگران عمل مذکور را خلاف قانون‌های بین المللی می‌دانند. در سال 2025 در سال خونش 2025-2026 شماره کودکانی که به صنف یک می‌رفتند در روسیه 500,000 کم شد. 500,000 کم شد. یعنی تصور کنید که بعد از 10 سال در بازار مهنت روسیه 500,000 آدم به کار نمی براید. فکر میکنم که آن کاری که کردن این با یگان قاعده بین الخلقی راست نمی آید. این برعکس زیان میرساند. برای همینم من طرفداری گفته رئیسی تتارستان هستم که او گفت که اگر در مکتب نخواند کودک در کجا خواند زبان روسی رو. برای همینم فکر میکنم این کار باید که حل خود را یابد. راهاندازی انگشت‌نگاری و سپردن گنوم یا روند گرفتن نمونه دینک در مرز به کار انداختن فهرست مهاجران شبهناک، نظارت حرکت مهاجران طریق برنامه امینه، مشکل شدن طلبات دریافت بیمه طبی یا طبابت رایگان برای مهاجران از جمله تغییرات است که حضور مهاجران را در این کشور مشکل‌تر و صدها نفر را از روسیه بیرون کرد. پیامدش از اون بود که من با جنبست 2025 همگی در روسیه 4 نفر پاسپورت روسیه گرفتن از تاجیکستان. اگر 2-3 سال پیش رو گیریم در یک سال تا 180 هزار شهروند تاجیکستان شهروند روسیه می شدن. هر سال شماره اهالی روسیه کم شده ایستاده است. کم شدن اهالی چی معنی دارد؟ کم شدن اهالی این کم شدن قوه کاری. قوه کاری این برای اقتصادیات همه چیزی ضروری. برای همینم مهاجرت مهنتی برای اقتصادیات روسیه این همچون ویتامین که کمک میکند. مثلا 6-7% ВВП از حساب مهاجران. اگر همین نباشد مهاجران چی میشد؟ مهاجران اخراج شده تاجیک برخی تا دیر امید را از دست نداده با هر راه تلاشی بازگشت به روسیه را میکنند. 2 سال من سودشپا کردم. ادوکات سنیمت کردن نشد. در اساسی که یگان خشتبور نیست. کاروش یگان اساس نشد. ولی برخی دیگر از این همه مانع و محدودیت ها خسته و ناامید شدند و دیگر قصد سفر به روسیه را ندارند. آخر 5 سال بود اومدم دختر مایدکیم 6 ساله. اونجا درآمدتون خوبتر است. اونجا خوبه، اگه درآمد خوبه اینه که عمر آدمی زود میره. این ایش نگه. سرمون در روسیه صفحه چی درنگ نیفتیم. چیکار کنیم؟ اینجا خوبه که ساعت سم بیام در پیش خونم بگم میرم خونه. در پرسش‌های سریراهی ما اکثر همصحبتان گفتند فرصت فرا رسیده است که تاجیکستان صنعت خود را رشد دهد و جایهای نوی کاری ایجاد نماید تا مهاجرت برای قسم اعظم اهالی دیگر جذاب نگردد و سختی و تحقیر و فلاکت را به بار نآورد.